آقای جواد خیابانی در دانشگاه منطق تدریس میکنه. ما امروز اینجاییم چون کلاس داریم. کلاس داریم چون اینجاییم. یعنی چون کلاس داریم اینجاییم پس هستیم. شاه حسینی نیستش استاد. یعنی وجود نداره؟ وجود داره. وجود داره پس هست. چند وقت این تمرین بفرستیم؟ تا 1 بامداد امشب. البته 1 بامداد دیگه فرداست. پس تا 1 بامداد فردا. پس رو میخونید خوب. امتحان سخته. اصلا قول بدید ببینم. به حقیقت پدرم، به حقیقت پدرم، به شرافت مادرم، به شرافت مادرم که برای امتحان هفته بعد حسابی بخوانم. حسابی بخوانم. نخونید پدرتون بی حقیقت.